چرا مردها زنهای خودشون دوستداری نمیکنن لیکن زنهای دیگر رو خیلی دوستداری میکنن، با قول گوی معشوقهاشون رو یا اگر به دم غلطاندنی باشن خیلی گپ‌های عاشقانه و شاعرانه میتوانند که گویند، در حالی که به زنهای خودشان این گپ رو دریغ میدارند. این البته که به حالتهای روانی آن مرد وابستگی دارد، ولی بیشتری مردها چنین رفتار میکنند در جامعه ما. یکی از سبب‌های اساسیش این است که زنی بیگانه اگر حتی معشوقه‌اش هم باشد برای این مرد همچون یک об'єکتی بخطر است. یعنی این مرد نمیترسد از آنه که اگر من این دوستداری کنم این از خود میرود، این بالای سری من میبراید، من زن کلان میشم، همه به حال من میخندند. نه، این خیلی ترس در مرد عموما نیست و وقتی که مرد همسر دارد یگانه راهی که دیگر زن رو میتواند دلش رو یابد و دامش غلطاند این البته که گپ‌های خوب است. زنها از طریق گوششون بیشتر دوست می‌دارند، خیلی می‌خواهند که در کنار این مرد باشند، گپ‌های خوب بشنوند. برای همین این مردها این اصول رو خیلی خوب استفاده می‌کنند، به زنهای بیگانه خیلی شاعر می‌شوند، ولی به زنهای خودشون نه، چون که زن خودشون برای آنها об'єکتی بخطر نیست. از جهت روانشناسی میترسن که اگر که با زن خودشون دوستداری کنند زن کلان میشن، میترسن که از خود میرود، مرد دیگر پسند نمیکند. برای همین زن خودشون رو هم خیلی میقپن و سخت که طاقت کند شیند، ولی به زنهای بیگانه بعضی مردها البته که یگان سخنی خوب رو دریغ نمیدارن. ولی مردای محترم فراموش نکنید که همون زنهایی که در خانه های شما هم هست همونها هم نیاز به گپ‌های خوب دارن، همونها هم ارزش دارن که بیشتر از اون زنهایی که شما میخواید به دام خودتون غلطانید از اونها بیشتر ارزش دارن که برایشون گپ‌های خوب گویید، دل برداری کنید، نشان دهید که این زنها برای شما مهمن، عزیزن. باور کنید هیچ وقت اون زنی با عقل وقتی که شوهرش دوستداری میکند هیچ وقت بالای سر شوهرش نمیبراید و از خود نمیره. وقتی که میبیند که شوهرش اظهار مهر محبت میکند، اظهار عشق میکند، دوستداری میکند، مناسبت خوب میکند، اون شوهر رو بالای سر میکند. برای همین نترسید از مناسبت های سالم ساختن.